برای درست کردن این باگت فرانسوی ابتدا مواد بیگا رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. با نوک انگشت خیلی کم ورز میدیم. 20 تا 24 ساعت در دمای 18 درجه نگه میدیم. بعد آب و نمک و مخمر رو به تکه‌های بیگا اضافه میکنیم. 1 دقیقه با سرعت پایین. بعد آرد رو اضافه میکنیم. سرعت همزن رو بیشتر میکنیم تا رسیدن به تست پنجره ورز میدیم. ثبت میکنیم حجم خمیر که 2 برابر شد به تکه های 250 گرمی تقسیم میکنیم. 45 دقیقه زمان بهش میدیم کمی توسعه پیدا کنه، خمیر شل بشه تا بتونیم شیپ نهایی رو انجام بدیم. باگت ها رو منتقل میکنیم روی پارچه، ثبت میکنیم پروفشون کامل بشه، بعد تیغ میزنیم و بعد منتقل میکنیم به فر. 10 دقیقه با بخار، 10 دقیقه بدون بخار در 250 درجه میپزیم. به همین راحتی.